سلام عشقای دل، چطورید حاجی؟ من مسیس هستم. امیدوارم هر جا که هستی حال دلتون خوب باشه. و امروز اومدیم با ویدیو آموزش ریوایوری حاجی که امیدوارم خیلیاتون دوستش داشته باشید این ویدیو رو. خب کاراکتراش اینا هستش: کشمیر، میشا، سوزی و این یکی رو اسمشو یادم رفته نمیدونم. و اینکه پدشو درست این واسه کلش، این واسه بتل، این واسه کلش، این واسه بتل، این واسه کلش، این واسه بتل. خب الان ما چون میخوایم بتل بریم بعد کاراکترهای ریوایوری بتل رو برداریم. حالا اگه شد دو پارتش میکنم، پارت کلش اسکوادش هم میذارم واسهتون. خب اگه ما فرندامون آنلاین باشم با فرند میریم، باید با جهانی بریم مثل اینکه. خب الان همین رو اسکوادی چیکارش کنیم دیگه؟ نوب باشم پلیر باشم باید بریم. خب حالا خوبه دیگه چاره ای نداریم. الان میخوایم بریم مشهد. میریم تا میرسیم به تهش. بچه ها راستی بنده خودم احتیاج به یه دونه یا دو تا ریوایور برای گیلدم دارم، چون میخوایم بریم گیلوار. ریوایور حتما احتیاج داریم. حالا واسه رنکاپ بتر، رنکاپ کلش حتما یه کاور میخوام، یه دونه ریوایور میخوام. آره دیگه، اگه کسی هستش خوشحال میشم که مثلا ریوایوری منو بکنه و کاورم باشه. و اینجام که میریم تو لابی. فقط بچه ها مثل دستای قبل من یه آهنگ ریزی پلی میکنم که شما حوصلتون سر نره اگه من صحبت نمیکنم. بزن بریم حاجی سراغ پلی دادنمون. سرویس کنه گفت نمیخوای بری پیک. ها خب حاجی شما وقتی میایید پایین اولین کاری که میکنید باید یه دونه ماشین بردارید. اگه اون ماشین که برمی دارید جیپ باشه خیلی هم عالیه. بهترین ماشین جیپ، دومی لامبورگینی، سومی این یارو ماشین یه واسه اسمش چی یادم رفت حاجی، همون ماشین گنده ولی حاجی موتور رو نمیدونم اون سه چرخه رو اینا خیلی ناجور میشه چون و کاراکتر ماشین برمی‌دارید. حالا کسی بهتون زیاد کار نره ولی خب مثلا ببین جیپ هم سرعتش خوبه، همین که تو ماشینی و فلان اینا. وقتی ماشین برداشتی فقط سکه میزنی حاجی، به انمی هم هیچ کاری نداری. خب اینو بزنیم حاجی قدش. نه وای چی؟ میزاد من کاراکتر ماشین داشتم چی این بات سگ گو ناموسم حاجی. ببینیم چی ما رو زد. نگاه کن آیتی نگاه کن بابا، اینو سگ ما داریم ویدیو میگیریم. نزنید ما رو 2 دقیقه حاجی. حالا من میگم به انمی نباید کار داشتی باشی. من چون راشری میکنم و یه عادت کردم وقتی ریوایور وایمیستم که باش میدم واسه همه. نه ولی شما نباید این کار کنید. ریوایور نه دمیج باید براش مهم باشه نه کیل، فقط گرفتن چی هم تیمیاش، فقط گرفتن هم تیمیاش. آقا شما یه دونه دمیج هم ندادی، یه دونه کیل هم ندادی، هیچ مهم نیست. به قرآن هیچ مهم نیست. فقط اینجا من سکه ها بچه ها بگیرم بعد بریم. بعد حاجی اگه مثلا دوست من چون زیاد نمیخوام مثلا صحبت کنم چی سر شما هم درد نگیره، آهنگ پلی میکنم. اگه دوست نداشتید آهنگ هم پلی بدید، آهنگ خفن پلی میکنم
به قرآن. ولی اگرم دوست داشتید آهنگ مثلا گوش بدید یه ذره بزنید جلوتر، بعد اونجا مثلا دوباره صحبت کنم. عشق منی، بریم سراغ ویدیو. حاجی اینجا میبینید من میگم واسه ریوایور نباید دمیج با مهم باشه. حالا من چون دارم ویدیو میگیرم مثلا نباید به انمی کاری داشته باشم من یا مثلا دمیج بزنم، ولی نمیتونم، به قرآن نمیتونم. من چون راشریا راش میدم همش نمیتونم کمپری کنم، نمیتونم ریوایوری باشم. مثلا فکر کن با بچه‌ها میریم بالای پیک، مثلا یکی نظر میده میگه بچه‌ها بریم بالای پیک فلان میسا، ما میریم بالای پیک، بعد حاجی انمی من دمیج میکنم میبینم دیمیتی انداخته میرم پایین. تو کمپری با مثلا نه کمپری بلد نیستم، نمیدونم ریوایوری بلد نیستم، ولی ریوایوری خوب میکنم ها. من خوب میکنم، نه ریوایوری خوب میکنم. ریوایوری رو میگم ها پلش تا به چیز دیگه ای فکر نکنی. آره ولی خب خدگیری و راش دادن هم خیلی خوبه. خودتون حالا ویدیوامو دیدید دیگه، دیگه خودتون. خب حاجی ولش کن بریم چرا ویدیو. این شماره 4 مون حاجی یک کاور بدین. ببینید چیکار میتونیم بکنیم. یه 99 تا حاجی واسه زننده بقیه‌اش خودت بزن فکر کنم. آره وارد تو کارش ها. ببینم چیکار میکنیم. خب بچه بریم سراغ ویدیو.
حاجی ما اینجا مدکیت نداریم، اینو بکاریم یه مدکیت از توش برداریم. تیره اسنایپ اونم میشه. حاجی مثلا شما ریوایوری میکنید، مثلا اگه یه دونه اسنایپ داشته باشید با یه دونه مثلا گان که بتونید جاش برید خیلی عالی. این حروم کجا منو زد؟ و اونها شش چجوری با چیز AC80 گو AC80 گو با یه 200 من افتادم. بابا اینجا دیگه فکر کنم اسکواد به چخ رفت. اینم اگه بمیره به چخ رفت. بله حاجی اسکواد به چخ رفت. و تا اینجا ویدیو هم حاجی امیدوارم که وایسید نگاه کردید عشق منید. و حاجی امیدوارم که یه 2 تا ریوایور 3 تا ریوایور برای اسکوادم پیدا شه، هم واسه کلش اسکواد. حالا ریوایوری کلش اسکواد یه پارت دیگه میگیرم فردا میذارم واسهتون، ولی ریوایوری بتل همین امروز واسهتون آپلود میکنم. و اینکه حاجی آره دیگه 2 تا کلش میخوام 2 تا بتل، حالا هر چند تا که دیگه پیدا شد دیگه. عشق منید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب چنل فراموش نشه. آجی یه کامنت خوشگلم بذارید که اگه به دردتون خورد این ویدیو حتما تو کامنت ها بهم بگید. عشق داشتید تا ویدیو بعد. خدا نگهدارتون باشه.